میخوای گره های کور زندگیت به راحتی و آسونی باز بشه؟ تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. سلام، نیلوفر سعد هستم، مربی رشد فردی و آگاهی. امروز میخوام یه تکنیکی بهت یاد بدم، تکنیکی که بسیار بسیار قدرتمنده و جزو قوانین آسمانی و الهی خداونده. تکنیک که میتونه به سرعت ورق زندگی تو برگردونه. تکنیکی که خودم در تاریک ترین لحظات زندگیم استفاده کردم و الان حدود 5 ساله که بهش معتاد شدم. انقدر اثرگذاره و انقدر قدرتمنده که خودت نتیجهش رو توی زندگیت میبینی و نمیتونی ازش دیگه دل بکنی. زمانی که ما آگاهیمون بره بالا، زمانیه که ما اگر چیزی رو دریافت میکنیم اونو عملی کنیم، توی زندگیمون پیاده کنیم و نتیجه رو ببینیم. صرفا اگر من فقط کتاب بخونم، خب من فقط کتاب خوانم. صرفا من فقط اگر آموزش ببینم، من آموزش بین هستم. اینا هیچ کدوم به دردت نمیخوره. اگر یک مطلب، یک تکنیک، یه آگاهی رو یاد بگیری و با جون و دل اونو توی زندگیت عملی کنی، پیادهش کنی و استمرار داشته باشی. خیلیا میان یک روز استفاده کردن میگن چرا من نتیجه نگرفتم؟ تو هنوز آمادگیشو نداری. تو هنوز خودت تغییر نکردی. انقلابی در احساسات تو و در ارتعاش و فرکانس تو به وجود نیامده. میخوای خودتو مسخره کنی یا جهان هستی رو میخوای مسخره کنی؟ دست از اینکه خودتو بخوای همیشه قربانی نگهداری بردار. دست از اینکه یقه خداوند رو بگیری و بگی که تو باعث بانیشی، تقدیر منه، سرنوشت منه. نه، خداوند تو رو مختار آفریده. به میزان اینکه خودتو تغییر میدی و اون تغییراتو توی زندگی فیزیکیت عملی میکنی، توی باورها، توی افکارت، توی احساساتت اونا رو پیاده میکنی، زندگی تو تغییر میکنه. اصلا باید این اتفاق بیفته. تمام جهان هستی، تمام کائنات دست به دست هم میدن و میگن باید ما لول زندگی این بنده رو تغییرش بدیم، به خاطر اینکه اون اصلا ارتعاشش تغییر کرده، فرکانس و مدارش تغییر کرده. اما اگر نه، صرفا فقط یه چیزی رو میشنوی یا همون لحظه یه احساسی در تو به وجود میاد و بلند میشی میری یه بار دو بار اونو انجامش میدی و بعد به باد فراموشیش میسپاری، تو محکومی به این که گره های بیشتری توی زندگیت به وجود بیاد تا جایی که اونقدر تحت فشار قرار بگیری و این پیلت شکافته بشه. اما هر چقدر خودت سعی کنی که این پیله رو زودتر بشکافی، با درد و رنج و غم کمتری روبرو میشی. درد و رنج میاد که تو رو رشد بده، نمیاد که تو رو فلج کنه. اگر تو رو فلجت میکنه، اگر تو رو زمین گیرت کرده، اگر تو رو تو تاریکی نگه داشته، این خاص خودتوه. این خاص خودته که انتخاب کردی که درد تو رو زمینگیرت کنه. یکی میاد مثل نیلوفر سعد، زمانی که تو تاریکی قرار میگیره انتخاب میکنه که اون درد، اون رنج سکوی پرتابش بشه. من هر چیزی رو که آموزش میبینم بارها و بارها، یعنی یک خصلت فوق العاده خوبه که در من وجود داره و اینو از خداوند مهربان واقعا شاکرم، اونقدر انجام میدم تا نتیجه اونو ببینم و زمانی که نتیجه گرفتم اونو آموزش میدم. یعنی هر آموزشی که داری از من میبینی تمامی رو خودم تو زندگیم پیاده کردم. هر آموزشی رو هم که قرار دادم و عزیزانی که رفتن و عمیقا اونا رو انجام دادن اونقدر نتیجه برای من ارسال کردن که خودم گاهی شگفت زده میشم. پستای قبلی رو حتما ببین، آموزش‌های بی نهایت قدرتمندی برات گذاشتم که میتونه زندگیتو متحول بکنه. حتما کانال رو سابسکرایب کن یا به قول خودمون اونایی که از اینستاگرام تشریف میارید فالو کن که پستای جدیدی که برات میذارم بتونی فقط توی مسیر رشد و آگاهی و پیشرفت، موفقیت، خوشبختی، سلامتی، عشق، حال خوب قدم برداری. تکنیکی رو که امروز میخوام بهتون یاد بدم یه تکنیک جادوییه، بسیار قدرتمنده. تکنیکیه که باعث میشه تو بدون اینکه کار طاقت فرسایی انجام بدی، بدون اینکه بخوای زجر بکشی، خودتو شکنجه بدی، بدون اینکه بخوای چنگ بزنی به زمین و آسمان،
از سمت نیروها و امدادهای غیبی پروردگار مشکلات تو به راحتی میتونه حل بشه. اینو اول از همه بذار بهت بگم که تمامی جهان هستی زنجیروار به همدیگه متصلن. تو نمیتونی بگی من این کار رو انجام میدم و روی دیگران اثری ندارم. تو میتونی زندگی یک سری آدم رو خراب بکنی، میتونی حالشون رو خراب کنی، انرژیشون رو بکشی، اونا رو به یأس و ناامیدی ببری بدون اینکه خودت متوجه باشی، یا گاهن هم خیلی ها متوجه کاراشون هستن که اون دیگه معقولش فرق میکنه. و حتی میتونی برعکس اینو عمل کنی بدون اینکه دیگران متوجه بشن. با اون انرژی نابی که درون خودت داری پرورش میدی، تو با چشم نمیبینی اما در عالم متافیزیکی وجود داره. همه چی از انرژیه. الان ارتباطی که من و شما داریم، صحبتی که داریم با هم میکنیم، تبادل یک انرژیه. یعنی یک انرژی رو داریم به هم دیگه رد و بدلش میکنیم. هر کاری که داری تو زندگیت میکنی، دعا میکنی به درگاه خداوند، مانترا میگی، هر کاری که داری انجام میدی یک انرژی رو داری جابجا میکنی. پس زمانی که تو بدون اینکه حتی دیگران مطلع بشن و انرژی نابی رو براشون ارسال بکنی، کارمای اون به زندگی تو برمیگرده. پس امروز یه تکنیک میخوام بهت یاد بدم که بی نهایت قدرتمند و اثر بخشه، به خاطر اینکه تو عشق، برکت، صلح و خیلی اتفاقات خوب و برای دیگری جاری میکنی بدون اینکه برای خودت چیزی بخوای. از اونجایی که خداوند بی نهایت با سخاوته و زیر دین هیچ بنده‌ای قرار نمیگیره، هر آن چیزی رو که تو هدیه میکنی به جهان هستی، حالا به بندگانشه، به جاندارانشه، به حیواناتشه، به گیاهانشه، به هر چیزی که تو این انرژی رو ارسال میکنی، 100 برابر اونو توسط نیروها و امدادهای غیبیش به تو برمیگردونه. تو زندگیت نگاه کن، به گذشتت رجوع کن. چه جاهایی بوده که گیر کردی و یک نفر که اصلا فکرشو نمی کردی، حتی به ذهنت خطور نمی کرده، اومده و گره تو رو باز کرده، مشکل تو رو حل کرده، بار تو رو دوشت برداشته. یه جاهایی رفتی، یه اتفاقاتی برات افتاده که در تصورت نمی گنجه، یه تخفیفای ویژه‌ای به تو داده شده، یه هدیه هایی برای تو ارسال شده که تو باید کلی پول بابت اونا میدادی، اما حالا اونا رو رایگان دریافت کردی. همه جوره جهان شروع میکنه جبران اون کاری که تو داری انجام میدی. این تکنیک بچه ها بی نظیره. خودم وقتی که انجامش میدم واقعا حس خوبی دارم. این تکنیک حتی بهت کمک میکنه که تو اگر افسردگی داری، حال خوبی نداری، حال در جا خوب بشه. یعنی در لحظه اولین اتفاقی که برات میفته و اولین هدیه‌ای که از سمت جهان هستی میگیری اینه که حال تو خوب میکنه. هر چقدر که تو به این انرژی ها رو انسداد کنی، مسدود کنی توی زندگیت، اتفاقات بد بیشتری تو زندگیت جذب میشه. هر چقدر انرژی ها رو آزاد بکنی با حال خوب، با حس خوب. شاید اوایلش برای تو زمانی که این تکنیک رو که میخوام بهت یاد بدم انجامش بدی یه چیز مسخره باشه، یه چیزی باشه که ای بابا حالا یه چیزی گفته این آدم، من برم الان انجامش بدم. شاید اصلا سرکاریه. من از تو میخوام، داری رایگان دریافت میکنی، با جون و دل بری 21 روز اینو انجام بدی. هرچند که این تکنیکیه که تا آخر عمرت انجامش بدی شاهد معجزات بیشماری خواهی بودش. من میگم خودم الان حدود فکر میکنم 5 سالی هستش که این تکنیک رو مدام دارم انجام میدم و به جایگاهی رسیدم که در لحظه میبینم بعضی از اتفاقاتو. حالا این تکنیک چیه؟ این تکنیک به نام گرد جادویی هستش. تو اول از همه باید بپذیری که بی نهایت قدرتمندی، قدرتی داری که فراسوی اون چیزی که بهش فکر بکنی. خداوند از روح خودش در تو دمیده. پس خداوند نمیتونه یک چیز خار و ضعیف و بیافرینه. اگر تو الان به حقارت افتادی، به خاری افتادی، به ذلت افتادی، به خاطر اینه که خاص خودته. ناآگاهانه کارهایی رو داری انجام میدی، توی یه سیکل، یک چرخه معیوب قرار گرفتی و اونو داری تو زندگی تکرار میکنی. خب نتیجهش هم کاملا مشخصه. من نمیتونم پورت
پرتقال بکارم و منتظر باشم که از این درخت پرتقال دانه‌ای که کاشتم کدو به وجود بیاد، سیب به وجود بیاد. اون چیزی که داری میکاری توی اون دایره و چرخشی که قرار دادی همون به زندگیت برمیگرده. حالا ما میخوایم از این چرخش بیرون بیایم، 21 روز ممتد انجامش بده، ولی بعد از اونم تا آخر عمرت انجام بده. حس فوق‌العاده عالی داره. اول از همه همین الان بپذیر که شگفت‌انگیزی، لایق بهترین ها هستی و قدرت و نیرویی داری که میتونی به راحتی به دیگران خدمت کنی، کمک کنی. خیلی ها دعا میکنیم که خدایا به من ثروتی عطا کن که من بتونم به هزاران نفر دیگه خدمت بکنم، و این ثروت رو شما در چیزی میبینی که فکر میکنی فقط پوله. حالا راجع به همین قطعا براتون یه پست میگیرم که متوجه بشید که شما چطوری میتونید به دیگران خدمت کنید، که همین الان داری بخشی از اون رو دریافت میکنی. ازت میخوام خودتو جادوگر ببینی، جادوگر عشق، جادوگر سلامتی، جادوگر برکت، ثروت. تو وجودت باید مایه برکت و خیر برای دیگران باشه، حتی اگر اون فرد رو نمیشناسی، حتی اگر اون آدم دشمن تو هستش. زمانی که تمام وجودیت خودتو تبدیل کنی به خیر و برکت، چیزی که ذات حقه، ذات خداونده، اون وقت تو در مداری قرار میگیری که تمام امدادهای غیبی پروردگار در جهت باز کردن گره ها و موانع زندگی تو برمیان. شاید دچار چالش های عشقی هستی، شاید بیماری، شاید گره های کور زیادی داری، برکت از زندگیت رفته، مشتری نمیادش. با همین تکنیک ساده میتونی کانال‌های رزق آسمانی رو به روی خودت باز بکنی و اتفاقات شگفت‌انگیز رو وارد زندگیت کنی. از همین لحظه، از همین الان خودتو قدرتمند ببین. کف دستتو در نظر بگیر که تو کف دستتو یک گرد جادویی طلایی رنگه، گردی که تو با چشم سرت نمیبینی ولی واقعا وجود داره. دستگاهی هستش که نشون میده که شما چه فرکانس ها و چه انرژی هایی دارید، حاله دور بدنتون رو نشون میده، انرژی ها رو نشون میده. الان واقعا دنیاییه که داره متافیزیک و حتی علمی ثابت میکنه و تو هنوز اینجا داری میگی نمیشه، برای من نیستش. خب این خواست خودته، اما اگر تا اینجا اومدی به خواست و اراده و اجازه و اذن پروردگارت اینجایی. پس این دعوتنامه رو بپذیر، قبول کن، کاری که دارم بهت میگم و برو انجامش بده. کف دست خودتو از این به بعد یک گرد جادویی میبینی، گرد جادویی که رو سر دیگران میریزی. رو سر چه کسایی؟ خانوادت، غریبه ها، دیگرانی که حتی نمیشناسی ولی داری میبینی. مثلا توی خیابون 2 نفر رو داری میبینی که با همدیگه دارن دعوا میکنن، مشاجره دارن میکنن، درگیر میشن. نمیری وایسی تماشا کنی یا قضاوت کنی که وای چه کارهایی رو دارن انجام میدن، که خود این اصلا یک آموزش قدرتمند داره، قطعا براتون میذارم توی کانال. وقتی داری میبینی 2 نفر با هم دیگه درگیر شدن، دستتو آماده کن بدون اینکه کسی متوجه بشه. به هیچ کس نیازی نیست بگی داری چی کار میکنی. زمانی که به دیگران میگی، اونها در سطح و لول ارتعاشی پایین خودشون هستن، تو رو تمسخر میکنن، مسخره میکنن، اجازه نمیدن تو رشد بکنی. باید متفاوت عمل کنی تا متفاوت نتیجه بگیری. دستتو میکنی توی این گرد طلایی و براشون آرامش میفرستی، براشون صلح میفرستی. خودت میبینی که یک دفعه دعوای اونا تموم میشه، مشاجره اونا تمام میشه. توی خونه هستی، مهمان هستی، چند نفر دارن به هم دیگه متلک میگن، اتفاقات بد میفته، براشون گرد بفرست. من وقتی میرم توی بالکنم ساعت 3 شب، موقعی که دارم دعا میکنم، رفتگرای عزیزی که زحمتکش هستن و میان و دارن کوچه و خیابون منو تمیز میکنن که من زندگی بهتری داشته باشم و از همینجا و از همین تریبون ازشون فوق‌العاده ممنون و سپاسگزار هستم. از همین بالا اون نمیبینه منو، اون داره اون پایین کارش انجام میده. من گرد جادویی براش میریزم، میگم امروز خدایا معجزه براشون رخ بده، امروز اون حاجتی که داره به راحتی برآورده بشه، امروز اون گره کوری که فکر میکنه دیگه باز نمیشه به راحتی براش باز بشه، امروز یه برکت غیر منتظره براشون بیاد. من حتی صورت اون آدم ها رو نمیبینم، اما دارم گردی رو میریزم،
فرکانس و ارتعاش رو دارم به جهان ارسال میکنم که عین همون به خود من برمیگرده. درست تو لحظاتی که فکر نمیکنم امدادهای غیبی میان و زندگی منو پر از برکت میکنن، پر از آرامش میکنن، پر از عشق میکنن. اگر یه جایی هستی و میبینی دوستت داره درد دل میکنه، نرو باهاش شروع کن تو هم آره وای پر بدبختی، همونجا شروع کن و متافیزیکی بدون که کسی متوجه بشه برای قلبش آرامش بفرست. برای اینکه مشکلش حل بشه از خداوند کمک بخوا. خداوند بخوا که همین الان فرشتگانش، امدادهای غیبیش، نیروهای برترش مشکلات این آدمو حل بکنن. هر جایی تو میتونی این گرد و ارسال بکنی. فرزندت عصبی، شوهرت عصبی، خانومت عصبی، کلافه است، افسرده است، خسته است، شروع کن این گرد رو براش بفرست. به جای اینکه مبارزه کنی، به جای اینکه وارد اون چرخ و سیکل معیوب دیگری بشی و شروع کنی به قضاوت کردن که حالا گفتم آموزشش رو قطعا براتون میذارم، شروع کن این ورق رو برگردون. همون لحظه حالت خوب میشه، مخصوصا وقتی به دفعات داری انجام میدی. بچه‌ای داره گریه میکنه، گرد لبخند براش بفرست، گرد آرامش بفرست که مادرش آرامش بگیره، پدرش آرامش بگیره. اونقدر نکات زیادی هستش که تو میتونی کمک بکنی بدون اینکه مداخله ای داشته باشی و گره های کور زندگی تو میتونه باز بشه که در تصورت نمی گنجه. کافیه بگردی و اونها رو پیدا کنی. بعد از اون شاهد این خواهی بودش که جهان چقدر به تو کمک میکنه که تو جاهای قرار بگیری که شادی بیشتر رو ارائه کنی. مثلا میبینین یکی شاده، به جای حسادت، به جای خشم، گرد شادی بیشتر براش بفره، عشقشون با دوام، لبخندشون بیشتر، در کنار هم زندگی رویایی داشته باشن. حتی این کارم میتونی بکنی. فقط فوکوس نیستش که ما روی گره ها، روی مشکلات فوکوس بکنیم. حتی عشق رو جاری کن. میبینی یکی چقدر اندام خوبی داره، انشالله که همیشه سلامتیش بیشتر بشه، اندام دلخواهش رو داشته باشه، براش گرد خوشحالی بفرست. اون وقت ببین همین انرژی، این بومرنگی که پرتاب کردی، 100 برابرش چطوری به تو برمیگرده. یه لایک قشنگ اینجا بزن که این آگاهی رو دریافت کردی، که من بدونم دوست داری، که انشالله برای شما بتونم آموزش های قدرتمند بیشتری رو قرار بدم.